هم گریلا میخوردیم. بچه لبای جا بیا بیا. چو کده اوتا؟ یگو ماهی گرفته یگو ماهی؟ نه اوتا یگم ماهی نگرفتم. شما گرفته یگم؟ نه 12 تا بخلاشکه گرفتم. ساعت چند شد ساعت؟ ساعت 3. ساعت 3 ها؟ 3. نمی یگو ماهی نگرفته. برو چند شنبه امروز؟ ایروز یک شنبه. یک شنبه. ندید جوره امروز استراحت ماهی ها. برای همین ما هم استراحت میکنیم. استراحت. سهر آشد یک مرغ بریون برای من پیچونده در سوکه ماندگی بود. برو را نکنه هوای را میزنیم ما هم استراحت میکنیم. برو وقتی نودشته نسپیروزی شد. برو ویا. راستیگه اوتا همون مرغ ما همش خوردم. چل کمتر گشنه بودم همش خوردم. شوخی نکن تو کردی؟ آه. توبه خیلی ببین در با پمیدور هست، با درینک هست، نان هست. برر با آب ورزاب نوشیجان میکنیم. برر راستیگه اوتا هم پمیدور و بودرینگ هم با همون مرغ همش پیچونده خوردم. تو بیعقل چه بودی که؟ و بعدی گفتی بزرگا چی میشود؟ بزرگا چی گفتن؟ چی گفتن؟ گفتن که پدر از شوق دل در کودکی دستی پسر گیرد با امیدی که در پیری پسر دستی پدر گیرد. و چی شدی گفتگی ها؟ در اینجا جوره کن اصلاحات در آورن در کار. در این گفتگی بزرگا چخیل؟ حاضر باد خیر گفتن در کار. پدر از شوق دل در کودکی دستی پسر گیرد با امیدی که در پیری پسر هم خانه هم ماشین هم پیسای پدر گیرد. نه اوتا من خیلی نیستم. اگر هم خیلی باشه من خیلی نیستم اوتا. خیلی نیستی؟ نه. این چیه اوتا؟ این همین ملخا برای خوراک ماهی ها. ما همینم بوتربرات کرده خور. دوستان عزیز میدونم که شما اویاکسی ارزان گفتین نمیدونید بلیط از کجا بگیرین. با شما کمپانی شاهنامه را توصیه میدیم با دل پر به تمام دنیا و باوری بلیط خریداری نمایید. خدمت رسانیشان به سطح بلنده، نرخشان خیلی ارزانه. مرحمت در واتساپشان نویسین. 24 ساعت به شما جواب میدهند.